این مرد یکی از خطرناکترین قاتل‌های جهانه. اون تو کارش به قدری حرفه‌ای هست که جوری مرگ آدم‌ها رو جلوه میده که انگار اتفاقی بوده. یعقوب قراره یکی از بزرگترین خلافکارهای جهان رو به ازای دریافت پول از سر راه برداره. با استفاده از ابزارهاش سعی داره خودش رو به استخری که بالای برج چند صد متریه برسونه. خلافکار داستانمون بیخبر از همه چیز اومده توی پنتهاوس لاکچری خودش تا توی استخر شنا کنه. یعقوب با استفاده از دریل سوراخی زیر استخر ایجاد میکنه و داخلش ماده‌ای رو قرار میده و با سرنگ آمپول چیزی رو بهش تزریق میکنه که باعث فعال شدن اون میشه و شیشه رو خرد میکنه.